ассалому алайкум, шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 105. واقعاً به سر قدرت آمدن خاندان عباسیان و خلیفه ابوالعباس صفاح 749 754 ناراضگی را در میان پیروان مذهب علوی برانگیخته چندین آشوب و عصیان‌های خرد و بزرگ را از پی آورد. هدف ظاهری این آشوب‌ها از یک طرف شایسته مسند خلافت بودنی پیوندان پیامبر و نبیره‌های علی ابن ابوطالب باشد، از طرف دیگر وزنین شدن شرایط زندگی و وضع اجتماعی اهالی خراسان و ماوراء النهر و ناراضگی طبقه های گوناگون مردم به شورش شریک ابن شیخ آورده رساند. شریک ابن شیخ موافق معلومات نرشخی مذهب شیعه داشته، به خلافت عباسیان که غالباً پیروی مذهب سنی بودند مقابل برآمده، سال 750 در بخارا دایره افزون ناراضیان را به قیام و آشوبها برمی انگیزد. خلیفه ابوالعباس صفاح که سرگرم بیعتگیری و استوار کردن موقع خود در میان ساکنان عراق و عربستان بود، سرکوب ساختن این عصیان را بر دوش ابو مسلم خراسانی و سرلشکران او می گذارد. به نگارش نرشخی، شریک ابن شیخ مرد جسور و مبارز بوده، مردم را به پشتیبانی خلافت فرزندان امیرالمؤمنین علی دعوت می کرد و می گفت: ما از رنج مروانیان کنون خلاص یافتیم، ما را رنج آل عباس نمی باید. فرزندان پیغمبر باید که خلیفه پیغمبر بود. خلق عظیم به وی گرد آمدند و امیر بخارا ابوالجبار شعیب بود و با وی بیعت کرد و امیر خوارزم عبدالملک بن هرثمه با وی بیعت کرد و اتفاق کردند و امیر برزم مخلد بن حسین با وی بیعت کرد و اتفاق کردند و پذیرفتند که این دعوت را آشکارا کنیم و هر کس که پیش آید با او حرب کنیم. این خبر به ابو مسلم رسید. او زیاد ابن صالح را با 10,000 مرد به بخارا فرستاد. شریک ابن شیخ اصلا از ساکنان محلی باشد هم در میان عربها زیسته، عرف و عادت و اختلاف قومی و مذهبی آنها را خوب آموخته بود. او مردمی جفا کشیده و ناراضی را که از وعده امداد و سبوکی خراج و مالیات ناامید شده بودند بر ضد عباسیان برانگیخته، آشوبگران بخارا، خوارزم و سمرقند را در اطراف خود گرد می آورد. شورش شریک ابن شیخ در بخارا بهار سال 750 سر زده، در یک مدتی کوتاه جانبداران خیلی زیاد پیدا کرد. نرشخی در عین حال می نگارد که ابو مسلم به سرلشکرش زیاد ابن صالح دستور داد که به کنار آمو رسیده لنگر زند و با احتیاط سوی بخارا رود و در صورت ضرورتی نبرد از او امداد خواهد.
ابو مسلم از مرو بیرون آمده در کشمیز نام قریه لشکرگاه زد و انتظار عاقبت کار و درخواست زیاد ابن صالح شد. در میان این دو لشکر محاربه های شدید 37 روز ادامه یافت و در این نبردها الا ظفر مرین شیخ را بودی و هر روز بسیاری از لشکری زیاد بن صالح کشته شدی و اسیر گشتی. شماره شورشگران به 30,000 نفر رسیده. این آشوب را سغدیان، عربهای کمبغلی مقیم مضافات بخارا، همچنین ساکنان شهرهای اطراف از جمله سمرقند دستگیری می کردند. چون محاربه کشار یافت و سرکوب ساختن شورشگران با آسانی میسر نگشت، قتیبه ابن تغشاده پسری تغشاده بخار خداد با درخواست زیاد ابن صالح با 10,000 سپاهش به مدد رسیده مبارزه را علیه شورشگران سر کرد. قتیبه ابن تغشاده که از خاندان عباسیان دستگیری و پشتیبانی و رسیدن به منصب حاکمی را چشمدار بود، در جریان محاربه ها پی برد که شورشگران را به آسانی شکست دادن نمی تواند. از این خاطر او حله ناروایی را پیش گرفته و 700 کوشکی بیرون شهر امر داد که در و دروازه هایشان را بسته به شورشگران رسانیدن آذوقه، علف و دیگر موادهای غذایی را پره قطع نمایند. در نتیجه آشوبگران حصار بخارا از نرسیدن آذوقه، خوراکواری و کاه و علف به تنگ آمده اتفاق نمودند که شبانه لشکری دشمن را رخ نزنند تا که از دهشت گرسنگی و حال تباه رهایی یابند. تابستان سال 753 در آستان شهر بخارا لشکری زیاد ابن صالح و قتیبه ابن تغشاده پیش راه آشوبگران بیرون آمده را بستند و محاربه شدید بالا گرفت. به قول نرشخی در این محاربه واپسین لشکری زیاد ابن صالح و قتیبه ابن تغشاده شکست خورده رو به گریز آوردند. آشوبگران به سمت دیهه نوکنده حرکت کرده از محاصره نجات یافتند. قتیبه ابن تغشاده به زیاد ابن صالح مصلحت داد که دسته های باقی مانده لشکر را جمع کرده از میدان محاربه کنار روند و انتظار گردند که آشوبگران گرسنه و خسته حال خود را به مرز پاریز و باغ و انگور زنند و آنگاه با آشوبگران پراکنده و مشغول یافتن رزق ناگهان حمله آورند. واقعاً توده آشوبگران گرسنه حال جنگ و میدانداری را از یاد برده در صحرا و باغ و راغ پراکنده شدند. در این لحظه مناسب لشکری زیاد ابن صالح و قتیبه ابن تغشاده از چندین سمت به آنها حمله آورده آشوبگران را غافلگیر نمودند. در رفت محاربه شریک ابن شیخ و مردم زیادی کشته شد و سپاهیان بی سروری او سرگریز و پراکنده گشتند. زیاد ابن صالح چندین سرلشکران فدایی از جمله پسری شریک ابن شیخ را به دار کشید و صدها آشوبگران گستاخ و گردنکش را جزای مدهش داد. سپس او وارد بخارا گشته نبرد را ادامه داد، شهر را آتش زد، اهالی را قتل عام نمود و در زد و خورد آخرین نزد دروازه عطاران هزارها محافظان شهر کشته شدند. زیاد ابن صالح بعد آغشته خون کردن شهر بخارا
پایان تابستان سال 751 رو به سمرقند آورده، پیروان شریک ابن شیخ را در این شهر نیز سرکوب و قتل عام نمود و مدتی حاکمی این شهر شد. ابو مسلم نیز چندی نگذشته از سمت بلخ به سمرقند آمد و سرلشکری خود ابو داوود ابن ابراهیم را برای فتح ولایت کیش و سرکوب کردن شاه ختلان که در سر هوای تأسیس ملک مستقل را داشت فرستاد. در این راستا یکی از کارنمایی‌های بی‌نظیر ابو مسلم خراسانی بر ضد مرز شکنی و حمله استیلاگرانه امپراتوری چین و لشکری سرشماری او جریان گرفت. میتوان گفت که لشکری چین سال 748 از کنارهای سرحد ماوراءالنهر وارد شده شهر سویاب را ضبط نمود و سال 749 وارد چاچ گشت. ابو مسلم زیاد ابن صالح را همراه چندین سرلشکران جنگ آزموده‌اش به مقابل لشکری سرشمار چین فرستاده پیش راه آنها را برای پیش رفتن به سمت آسیای مرکزی کاملا بست. در محاربه شدیدی که سال 751 در ساحل رود طلس در نزدیکی شهر تراز جریان گرفت، لشکری جنگ آزموده ابو مسلم خراسانی سپاه سرشماری چینیان را با سروری گاو سیانچی شکست مدهش داده آنها را پراکنده و سرگریز نمود. مطابق معلومات ابن اسیر در این محاربه قریب 50,000 نفر سپاه چینی کشته شده بیش از 20,000 اسیر افتادند. با پنداری یکی از محققان توانای تاریخ ایران، آسیای مرکزی و چین ریچارد فرای این نبرد ابو مسلم به عملهای تجاوزکارانه چینیان خاتمه گذاشته مردمی پراکنده و حاکمهای ترکگرای قسمت شرقی ماوراءالنهر را تحت پرچم اسلام به یک دولت متمرکز متحد ساخت. شاه فرغانه و ختلان که به یاری چینی ها امید بسته آنها را به مقابل عرب ها تحریک می دادند و با همین واسطه می خواستند مسندی از دست رفتهشان را برقرار سازند، از جانب لشکری ابو مسلم سرکوب گردیدند. حتی قبیله ترک تباری قرلق که جای ترگیش ها را در منطقه های شرقی آسیای مرکزی گرفته بودند و اتفاقچی چینی ها محسوب می شدند، از حمله تیز و تند لشکری ابو مسلم هراسیده آنها را ترک گفتند و چینی ها عاقبت به مغلوبیت گرفتار شدند. اسیران زیادی از میان آنها به سمرقند آورده شد و طبق معلومات سرچشمه ها آنها به هنر کاغذ سازی پرداختند. یکی از جزئیات جالب جنگ های آسیای مرکزی در میان عرب ها و مردم محلی وجود تعداد زیادی فراریان از ایران بود که آنها امید داشتند مبارزه خود را بر ضد عرب ها با یاری سربازان محلی و چینیان و ترک ها ادامه دهند. ابو مسلم خراسانی در طی چندین سالی امیر خراسان بودنش به درجه قدرت و نفوذ و شهرتی بی اندازه یافته بود که به هدایت و دستگیری عباسیان لشکری سرشماری چین و دسته های یغما پیشه ترک را از مرزهای شرقی ماوراءالنهر صدها فرسخ دور افکنده در مجموع اتحادی حدودهای ولایت بزرگ خراسان و ماوراءالنهر و وحدت ملی مردم آن را قوی تر ساخت. اهمیت فوق العاده تاریخی و جنبش ملی ابو مسلم خراسانی محض از آن عبارت بود که ارتباط سیاسی،
مرکزیت دولتداری، رابطه‌های اقتصادی و فرهنگی مرزهای دو ساحل رود آمو را با هم قوی‌تر ساخته، پیوندهای گسسته قوم و قبایل پراکنده آریایی را از نو وصل کرد، دوباره آمیزش داد و ثابت نمود که محض در پایه گسترش وحدت طرفین، هویت ملی و مناسبت‌های گسترده اقوام آریایی میتوان نفوذ و اعتباری تمام پیدا کرد و همه گونه دشمنی توانا را سرکوب نمود. ابو مسلم بعد حفظ مرز و بوم و تأمین امنیت حدودهای شرقی ماوراءالنهر، زیاد ابن صالح را قایم مقام ماوراءالنهر قرار داده خود به مرکز خراسان بازگشت. خلیفه های عباسی از پیروزی لشکر و افزودن قدرت ابو مسلم خراسانی صبر و قرار باخته احساس می نمودند که شهرت آنها در میان مسلمانان جهان اسلام هیچگاه به پایه این مرد مبارز و وطنخواه نمی رسد. شاید از همین خاطر خلیفه ابوالعباس صفاح برادرش ابو جعفر دوانقی را با بهانه ستانیدن بیعت مردم خراسان و ماوراءالنهر به حضور ابو مسلم فرستاد تا که افزای روحی و صداقت قایم مقام خراسان را بار دیگر بیازماید. ابو جعفر با 300 تن از غلامان و مواریان به شهر ری رسیده، سفیرانش را به حضور ابو مسلم فرستاد و به سوی خراسان رهسپار گشت. ابو مسلم در 2 فرسنگی شهر مرو به استقبال ابو جعفر آمده او را خوشپذیرفت و صداقت و مهربانی ظاهر کرد. ابو جعفر بعد ستانیدن بیعت ابو مسلم و چندی از بزرگان خراسان عزم بازگشتن نمود. سپس با اشاره از قرابت سابقه ابو مسلم و ابو سلمه ابن سلیمان همدانی گفت که کنداوری و غرور ابو سلمه تا جایی رسیده است که از اطاعت امیرالمؤمنین سر می پیچد و خلیفه به خاطر آنکه ابو مسلم او را وزیر آل محمد خوانده است گستاخی هایش را نادیده می گیرد. با شنیدن این سخنان ابو مسلم پی برد که خلیفه در سیمای برادرش صداقت او را می سنجد و ناچار گفت اگر سلمه چنین کند دستوری دادم امیرالمؤمنین و تو را که هرچی خواهید بکنید بر او که من بنده از بندگان امیرالمؤمنینم. ابو جعفر بعد این سخنان با هدیه و تحفه های مناسب و کنیز و غلامان زیاد به حضور خلیفه بازگشت و سخنان ابو مسلم را در باب ابو سلمه گردنکش به او رسانید. ابوالعباس صفاح و برادرش فرصت را مناسب یافته ابو سلمه را به طور نهانی همان شب کشتند و قتل او را به فداییان خوارج نسبت دادند. همین طریق یکی از دشمنان قوی عباسیان از میان رفت و اعتماد خلیفه به قدرتش افزود. چون ابوالعباس صفاح از برادرش صداقت و وفاداری ابو مسلم را پرسید، او در پاسخ گفت اگر خواهی که جهان بر تو صافی شود ابو مسلم را از میان بردار که او می‌خواهد از آل ابو طالب از علویان یکی را بر تخت خلافت بنشاند. در این میان قایم مقام ماوراءالنهر زیاد ابن صالح سال 753 ضمن پیام نهانی ابو جعفر منصور به مقابل ابو مسلم آشوب برداشت
و نافرمانی ظاهر کرد. ابو مسلم ناچار همراه سرلشکرانش ابو شاکر و ابو سعید شیرازی به سوی سمرقند لشکر کشیده زیاد ابن صاریح را شکست داد و او را به گریختن وادار نمود. مطابق معلومات مختصری طبری، سبب اصلی این آشوب منشور فرستاده خلیفه با دست سبا ابن نعمان بود که مطابق آن زیاد ابن صاریح را به جای ابو مسلم والی خراسان و ماوراء النهر تعیین کرده بود. زیاد ابن صاریح فریفته مکر خلیفه شده و مقابل ابو مسلم آشوب برداشته باشد هم دهقانان با نفوذ، اشرافان محلی و حاکمان و عملداران خرد و بزرگ او را دستگیری نمی کردند. حتی هنگامی که زیاد ابن صاریح فراری در خانه برکسنام یک دهقانی با نفوذی سغدی پناه برد، این دهقانی آزاده و وطن پرور برای کورنمکی و خیانتش سر زیاد را بریده به حضور ابو مسلم فرستاد. ابو مسلم در نوبت خود سر بریده زیاد ابن صاریح را گستاخانه به حضور خلیفه ابوالعباس سفاح روانه کرده با آهنگی دوخوره باری دیگر قدرت و توانایی خود را نشان داد. همین طریق آشوبی با هدایت خلیفه و برادرش سرزده با ناکامی انجام یافت و ابو مسلم خراسانی قدرت و نفوذ افزونتری به دست آورده ترس و هراس خاندان عباسیان را می افزود. از میان 1 سال نگذشته ابوالعباس سفاح رنج و درد را بر تن خود احساس کرد و به جای خود برادرش ابو جعفری دوانقی را با تخلص منصور ولی عهد مسند خلافت قرار داد. سپس خلیفه آینده ابو جعفری منصور را فرمود که شخصاً به حضور ابو مسلم رفته بیعت او و اهل خراسان را بپرسد، زیرا تا ابو مسلم و مردم خراسان این عزم او را نپسندند و اجابت نکنند به مسند خلافت نشستن او امر محال است. سخن را به درازا نکشیده می افزاییم که ابو مسلم خراسانی همچنین یکی از رقیبان توانای خود سلیمان ابن کثیر عرب را با بهانه گستاخی کردنش نسبت خلیفه ابوالعباس سفاح در حضور برادری او ابو جعفر منصور سر زده نشان داد که قدرت و توانایی و رسالت لشکرداری هنوز هم در دست اوست. از این عمل قاطعانه ابو مسلم ولی عهد خلافت ابو جعفر منصور سخت هراسیده بارها ابوالعباس سفاح را به کشتن او تحریک می کرد و یادآور می شد که چون بو مسلم سلیمان را چنین سبک توانیست کشتن و کس به خراسان سخن نیارست گفتن، هرچی او خواهد تواند کردن و اگر خواهد که این دعوت را به کس دیگر دهد تواند. بعد بیعت خواستن ابو جعفر منصور، ابو مسلم خراسانی چندین نفر از صاحب نسبان عرب را به قتل رسانیده قایم مقام مطلق خراسان و ماوراء النهر بودنش را ظاهر کرد و در پایان خلافت ابوالعباس سفاح از او دستور خواسته سال 754 عزم سفری حج نمود. او به جای خود سرلشکرش ابو داود خالد ابن ابراهیم را والی خراسان گذاشته با سپاه افزون سوی ری رهسپار گشت. خلیفه ابوالعباس سفاح از شماره لشکری 8000 ابو مسلم به هراس افتاده
پیام فرستاد که او به خانه برادر می آید و روا نیست که بیش از 1000 سپاه را همراه آورد. ابو مسلم از روی دستور خلیفه با 1000 تن سرباز به سوی عراق حرکت کرده به حضور خلیفه رسید. با ابوالعباس سفاح سلام و حال پرسی کرد و به برادری او ابو جعفر منصور مهربانی ظاهر نساخت. سفاح ترسید که بو مسلم آگاه شده است از بدرایی او. گفت: یا بو مسلم، اینک بو جعفر چرا بر وی سلام نکنی؟ بو مسلم گفت: هذا مجلس لا یقضى فیه الا بالحق، یعنی این مجلسی است که جز براستی گذرانیده نشود. ابو مسلم که طبیعتاً مرد زیرک و رازدار و دوراندیش بود، در مسند قایم مقامی خراسان مدتی از هنگامه های سرزمین عراق و عربستان دور افتاده، شاید میخواست افزای سیاسی، جنبش های مذهبی و مقام و مرتبه خاندان عباسیان را با چشم تحقیق آموزد و برای عملی نمودن هدفهای استقلال خواهی و بنیاد دولت متمرکز ملی تدبیر اندیشد. او در جریان سفر با شخصیت‌های با نفوذ عرب و اشرافان مختلف واخورده از آنها پاداش و مهربانی را دریغ نمی داشت و حسن توجهشان را سوی خویش می کشید. شاید از همین رفتاری بیباکانه ابو مسلم خلیفه ابوالعباس سفاح گمانی بد برده برادرش ابو جعفر منصور را امیر موسم حج قرار داد و او را به دسته زیارتگران ابو مسلم همراه نمود. ابو جعفر منصور در جریان سفر حج بار دیگر اعتماد حاصل نمود که برد و باخت خلافت عباسیان از قدرت و نفوذ ابو مسلم وابستگی زیاد دارد. هنگامی که ابو مسلم و ابو جعفر منصور از حج به سوی عراق باز می گشتند، تابستان سال 754 در راه خبری مرگ ابوالعباس سفاح به آنها رسید. به قول طبری او 3 سال و چند ماه خلافت کرده در 42 سالگی فوتید و از بهر آن او را سفاح خواندند که بسیار خونها ریخت از بنی امیه. در این میان عمک خلیفه عبدالله ابن علی که در شام فرمانده لشکر بود به مقدار 50,000 مرد و از ایشان مقداری 20,000 مرد خراسانی بود و دیگر شامیان، دعوای خلافت کرد و از اهل لشکرش بیعت خواست. ابو جعفر منصور دوانقی تعجیلاً به تخت خلافت نشسته، ناچار نیمه تابستان سال 754 ابو مسلم را در شام و مصر واری قرار داد و با لشکری افزون او را به مقابل عبدالله ابن علی سفربر نمود. ابو مسلم به سوی شهر انبار رهسپار گردید و عبدالله ابن علی در حصار حرات پناه برده از بیم خراسانیان که جانبداری ابو مسلم شوند، جمله آنها را قریب 20,000 بودند نابود کرد. ولی ابو مسلم با تدبیری زیرکانه در صف لشکری عبدالله ابن علی پراکندگی و دودیلگی وارد ساخته آنها را در محاربه نیزیبیس ماه نوامبر سال 754 شکست داد و غنیمت زیادی به دست آورد. شنوندگان گرامی، شما گفتار 105 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نفضلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.